ҷавонони эронӣ ба мисли ҳамсолонашон дар фикри хушгузаронидани вақт ва ҳар гуна чорабиниҳои иҷтимоӣ ҳастанд. дар ҷумҳурии исломии Эрон тарабхонаву шаробхона вуҷуд надорад, вале Теҳрон саршор аз қаҳвахона, ресторан, варзишгоҳ, театр ва паркҳое мебошад, ки эрониҳо одат доранд вақти холии худро онҷо гузаронанд. والا بیشتر اوقات که همون میرن بیرون، ولی هم وقتی هم که خونه باشن سرشون تو گوشیشونه و با دوستاشون صحبت میکنن. یعنی فکر میکنم که دخترها و پسرها الان بیشتر وقتشون با دوستاشون میگذره تا خانواده‌هاشون. таҳримҳои ахири иёлоти муттаҳидаи амрико ба ҳаёти эрониҳои оддӣ дар зоҳир таъсире нагузоштааст ва аксари ҷавонон бовар доранд, ки муқовимат то ба ҷанг намебарад. هیچ درگیری نظامی اتفاق نمیفته. سیاست هم کثیفه. مطمئن باشید پشت پرده با هم دیگه صحبت میکنن، تبادل اطلاعات و هیچ اتفاقی نمیفته. نگران نباشید. ولی این هم صحبت رویترز پنهان نمیکند که تحریم ایالات متحده آمریکا بر ضد رهبری روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای به وضع مردم ضربه خواهد زد. والا تحریما که تاثیر خاصی برای آقایون نداره، ولی برای ما چرا داره. این عقیده را دانشجوی دیگری ایرانی هم تصدیق میکند. نرگس فرشباف امید دارد که وضع اقتصادی بهبود می‌یابد. در آینده من امیدوارم که شرایط بهتر شه و واقعا دوست دارم که شرایط خیلی بهتر شه، چون زندگی خیلی سخت شده. واقعا حیات ایرانی ها بعد بیرونشوی ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 و برقرار شدن تحریم صادراتی نفت جمهوری اسلامی دیگر شد. ماه گذشته ایران یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا را سرنگون نموده قریب بود با حمله جوابی هواپیماهای ایالات متحده آمریکا مواجه شود. بر علاوه 1 ایول ایران اعلام کرد که یکی از مهمترین بخش‌های سازش هسته‌ای با کشورهای ابرقدرت عالم را نادیده گرفته، ذخیره اوران غنی شده را از معیار در سازش پیش بینی شده بیشتر کرده است. اما باز هم بسیاری از ساکنان تهران بر این باورند که راه حل آسایشته بحران پیدا خواهد شد. آمریکا اشتباه رو نمی‌کنه که با ایران جنگ کنه و منم فکر نمی‌کنم که حالا همچین اتفاقی بیفته. وقتی میای قشنگترین پیرهن تو تنت کن